سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران و برادران نهایت عزیز و گرامی، تاریخ 29 30 و 31 در 4 ولایت افغانستان به تعداد 850 یتیم پول نقد توزیع میکنیم. حدود 435 یتیم در ولایت کابل توزیع شد، 150 یتیم در ولایت پکتیا توزیع کردیم، 115 یتیم هم در ولایت پکتیکا و فعلا ما در ولایت لوگر قرار داریم که خوشبختانه در ولایت لوگر هم به 150 یتیم پول نقد توزیع میکنیم. تمویل از این کمک ها و پول نقد از طرف مؤسسه وقفی کشور ترکیه صورت گرفته. از همگیتان تشکری و سپاسگزاری میکنم که پیوسته در خدمت یتیم و فقیر و بیچاره افغانستان قرار دارین. آرزو میکنم که تمام تجارا و اهل خیر ما در این راستا توجه بکنند، در بخش ایتام و کفالت یتیم ها بخصوص در بخش تحصیل و تعلیم یتیمات توجه بکنند. سلام علیکم و رحمت الله.